مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد اینه که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده مافیای کثیف شرطبندی و قمار رو که در لیگ برتر فوتبال ایران و در لیگ های دسته های پایینتر اعمال نفوذ میکنن و میتونن مبالغ میلیاردی رو جابجا بکنن که فقط کافیه توی 2 تا بازی در طول کل فصل، فقط 2 تا بازی در یک نیمه نتیجه بازی رو به دلخواه خودشون تعیین بکنن. یعنی اینکه تصمیم بگیرن توی نیمه اول 2 تا گل 3 تا گل بخورن، توی یک نیمه ببازن، حالا بعدش بردن بماند و بعد از اون میتونن پولهای سنگینی رو به جیبشون بزنن. چی شد که ما تصمیم گرفتیم که این قضیه رو رسانه‌ای بکنیم، راجع بهش صحبت بکنیم؟ قبلا من بارها و بارها در خصوص مافیای شرطبندی و قمار صحبت کردم. اسناد زیادی هم به دست ما رسیده که نشون میده باشگاه‌های بزرگ لیگ برتر ایران هم درگیر این مافیای شرطبندی و قمار بودن. حتی اسمای تیم‌های بزرگی هم شنیده میشه، مثل پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور و بقیه تیم‌ها که شاید ضدشون یا شاید هم موافقشون نتایج مسابقات فوتبال دستکاری شده، چه با توانی مربی‌ها، چه با توانی بازیکن‌های فوتبال و چه به توانی بهتر بگم و چه با توانی داوران مسابقات فوتبال که این قضیه بر کسی پوشیده نیست. حتی این وسط چند تا از مجریهای فوتبال هم به این قضیه اشاره کردن، مثل جواد خیابانی که شب گذشته اومد و راجع به مافیای شرطبندی و قمار این صحبت رو کرد. این صحبت من نیست، صحبت یک مجری و یک کارمند رسمی صدا و سیما در داخل ایرانی که بیش از 1000 تا مسابقات فوتبال رو گزارش کرده و با بیش از 90% بازیکن‌های فوتبال ارتباط نزدیک داره. پس من این ور آب نیومدم از روی معده، از روی شکم صحبت بکنم. وقتی که ادعا میکنیم سندی وجود داره، شما شک نکنید که اسناد و مدارک موجوده. ببینیم صحبت خیابانی و صحبت بقیه کارشناسا چیه. ببین ویدیو رو. پیش بینی آخه میگیم، بعد دوستان میرن یه کارهای انجام میدن، بعد ما رو میبینن تو خیابون میگن تو ما اینقدر ضرر کردیم. ما پوستمون کلوف شده مثلا. ای بابا نصف فوتبال ایران رو بت و شرط بندی. ای بابا بریم به من هیچ وقت روی خودم حساب نکردم آقا رسول، هیچ وقت. آره بازی 2 سر توجه کردید این صحبت‌های جواد خیابانی بود که اومد این قضیه رو مطرح کرد. البته قبلا هم در روزنامه‌های داخل ایران حرف از مافیای قمار و شرط بندی شده بود، اما در لیگ برتر نه، بلکه در لیگ‌های پایین‌تر که اومده بودن گفته بودن که سایت‌های شرط بندی فوتبال در گفتگو با معتادان شرط بندی گفتن که لیگ دسته یک دسته قمارباز است. اما شما پیدا کنید پرتغال فروش رو، اینا وقتی میتونن تو لیگ دسته یک اعمال نفوذ بکنن، شما شک نکنید که در لیگ برتر فوتبال ایران هم میتونن اعمال نفوذ بکنن. مثال‌های متعددی رو هم من میتونم برای شما بزنم، شما برید فیلماشون رو ببینید. حالا فیلم‌های فوتبال چون کپی رایت داره من نمیتونم پخش کنم، فقط برای شما فیلماشون رو یا برای شما مثالاشون رو میزنم، شما برید ببینید توی اینترنت، سرچ بکنید و خودتون دستتون میاد. مثلا در بازی استقلال و نساجی چه اتفاقی میفته که بازیکن استقلال یک پنالتی هند رو انجام میده و از قصد این پنالتی اتفاق میفته که دست بر قضا به خاطر شانس حالا شخمی یا چیز دیگه ای این پنالتی گل نمیشه. و گل در بازی های فوتبال حالا اهمیتشون در نیمه های اول بسیار زیاد و در نیمه های دوم از دقیقه 70 به بعد به صورت عجیب و غریبی زیاده. من اول برای شما یک مثال میزنم، بعدش میرم روی جزئیات. این یکی از سایت های شرط بندیه که حالا من به صورت مثلا بازی، سفر رو بزرگ میکنم، من خودم رفتم اینجا، مثلا بازی النصر و استقلال که در لحظه ضبط این ویدیو قرار ساعت 7 توی بازی آسیایی انجام میشه. این فقط یک مثاله ها،
نمیخوام بگم که در این بازی نتیجه دستکاری میشه یا نه، فقط یه مثاله که شما ببینید که چجوری میشه یه پول هنگفتی رو به دست آورد. اینجا گفته شده چه کسی توی نیمه اول بازی رو برنده میشه. زده شده اینجا یه عدد 8.5، یه عدد 1.55. 1.55 مال تیم النصر، 8.5 مال تیم استقلاله. این یعنی چی؟ مساوی هم یعنی حالا نه تیم استقلال و نه تیم النصر و عربستان. و این عددا نمایانگر چیه؟ یعنی اگر شما هر پولی رو برای نتیجه بازی استقلال در نیمه اول بذاری 8 برابر میشه اگر استقلال بازی رو ببره. اگر النصر بازی رو ببره پولتون 1.5 برابر میشه. مثلا اگر شما در این بازی 10,000 یورو برای برد باشگاه استقلال در نیمه اول بذاری 85,000 یورو میبری. اصلا نتیجه بازی رو یکیش تو نیمه اول استقلال ببره، تو نیمه دوم 100-0 ببازه. مهم نتیجه بازی در نیمه اوله. 85,000 یورو فقط با یه اکانت. شما اگه حساب بکنید 10 تا اکانت داشته باشید، هر اکانتتون 10,000 یورو بازی بکنه، شما فقط در نیمه اول در یک بازی میتونی 850,000 یورو پول ببری. بودجه باشگاه استقلال چقدره؟ بودجه باشگاه پرسپولیس، باشگاه سپاهان، باشگاه تراکتور، باشگاه فولاد که باشگاه مورد علاقه خودمه، نمیدونم چادر ملو، نمیدونم شمس آذر و بقیه باشگاه ها. شما حساب بکنید ما نمیتونیم حضور مافیای شرطبندی فوتبال رو کتمان بکنیم. بر کسی پوشیده نیست این قضیه. بازیکن‌های فوتبال خودشون رسما درگیر قمار شرطبندی هستند و خودشون قبل از مسابقات فوتبال میرن و شرطبندی میکنن. بعضا سر باخت تیم خودشون شرطبندی میکنن. مثلا قرارداد یک بازیکن فوتبال تو طول یک فصل، یک بازیکن فوتبال تو طول یک فصل 10 میلیارد تومنه، 15 میلیارد تومنه. میاد و فقط توی یک بازی، توی یک نیمه، مخصوصا نیمه اول، یک پنالتی ضد تیم خودش میده و تیمش توی نیمه اول یک گل میخوره یا بازی رو توی نیمه اول میبازه. فقط تو نیمه اول. اتفاقی که میفته اینه که میگن که حالا اتفاق فوتبال بوده، تمرکز نداشته، حواسش نبوده، هند داده. کسی هم این قضیه رو خورده نمیگیره. میاد به مربی تیم میگه من توی این بازی بهت 1 میلیارد تومان میدم، منو توی این بازی بذار بازی کنم تو نیمه اول و یه پنالتی هم ضد تیممون میگیرم. تو منو تعویض نکن تو بازی‌های بعدی، بذار من توی این نیمه بازی رو برای تیم حریف در بیارم. معمولا هم تیم‌های پرقدرت و توی رده‌های بالایی میان یه همچین حرکاتی رو انجام میدن. مربی هم که اصلا قربونش برم دلالن تو ایران اکثرانشون، 1 میلیارد رو میگیره و این طرف هم پنالتی رو میده و یا گل به خودیه رو میزنه و یا اون حرکت رو میزنه، قمارشون میشینه، بتشون میشینه و یه پول سنگینی رو به جیب میزنن. حتی بعضی از این بازیکن‌های فوتبال در کشورهای حاشیه خلیج فارس اونجا با مافیا شرطبندی و قمار حتی نشست میذارن، جلسه میذارن و بازی‌های فوتبال رو در میارن و بهش میگن که آقا من توی نیمه اول یه کاری میکنم که گوشیم زنگ خوب، من یه کاری میکنم توی نیمه اول تیمم یه گل بخوره. شما درصد ضریب شرط بندی رو برای تیم مقابل به شدت ببر بالا که مردم حریص بشن و روی گل تیم مقابل شرط بندی بکنن. و این کاری میکنم که شرط بندی های مردم تمام برعکس اتفاق بیفته و به نفع مافیای قمار کار میکنه دیگه. و این اتفاق میفته. مثلا
بازی پرسپولیس، بازی استقلال، بازی تراکتور، همه انتظار دارن که اونا یه گل تو نیمه اول بزنن دیگه، گل اول اونا بزنن، گل اول. تا اینجا ما داریم که حتی میتونید شرط بندی بکنید که کی گل اول رو بزنه، خب استقلال یا تیم النصر. و معمولا تیم هایی که قدرتمندن گل اول ضریبشون پایین تره و تیم های ضعیف ضریبشون بالاتره. مثلا اگه با استقلال خوزستان بازی بکنن یا مثلا با تیم های پایین جدولی، ضریب میشه 12. بعد یه اتفاقی تو بازی میفته، همون تیم ضعیفه گل میزنه یا اون تیم ضعیفه گل رو میخوره. به همین راحتی میتونن نتایج بازی‌های فوتبال رو دستکاری بکنن. و یه تیم بودجه یک فصلش رو فقط توی بازی فوتبال در میاره. و این هم نشانگر از این استش که توی ایران نظارت دقیق روی فوتبال ها نیست. نظارت دقیقی روی بازیکن ها نیست. وار یا همون سیستم کمک داور ویدیویی تو تمام مسابقات وجود نداره. حتی این کمک داورای ویدیویی میان و کمک میکنن که مافیای شرط بندی پولدار بشن. تو بازی هفته قبل توی یکی از مسابقات فوتبال علنی یک پنالتی رسمی اتفاق افتاد برای یکی از تیم‌های شهرستانی در مقابل یکی از تیم‌های معروف تهرانی. یعنی اونجا چوب میذاشتی این قضیه رو پنالتی میگرفت، اما چون مافیای شرط بندی و مافیای قمار قرار بود که بازی رو برای تیم پایتختی در بیارن، این پنالتی گرفته نشد. و این اتفاق رو ما بارها و بارها میبینیم که حتی داورهای مسابقات فوتبال و کمک داورهای ویدیویی هم خریداری میشن. برید بازی استقلال پرسپولیس رو با دقت تماشا بکنید، ببینید که چه اتفاقاتی افتاده. بازی استقلال رو با نساجی نگاه بکنید. بازی های تیم شمس آذر رو با دقت بررسی بکنید. تراکتور رو با دقت نگاه بکنید. نمیگم این تیم ها قمار کردن ها، بعضی وقتا تیم های روبروشون رو نگاه بکنید. من دارم به شما کد میدم که به تیم های روبروی این آدم ها رو نگاه بکنید و ببینید که چه اتفاقات عجیب و غریبی میفته که یه تیم قوی تو نیمه اول میبازه. تو ایران توی 70% مسابقات فوتبال تیم های قوی تو نیمه اول میبازن و بعد توی نیمه های بعدی برنده میشن و اصطلاحاً به قول فوتبالی ها کامبک اتفاق میفته. این باخت در نیمه اول سود برای اون تیم قوی و برای بازیکنهای اون تیم داره. اینا رو من گفتم، زمان ثابت میکنه. چند وقت دیگه میریزن، چند نفر رو دستگیر میکنن، بعد میگن تازه این فردین راست گفته که مثلا فلان اتفاق افتاد و پولای کلون رو تو خارج از کشور یورو و دلاری دریافت میکنن و برای همینه که الان بخشای خصوصی اومدن و شروع کردن تیمداری کردن. مگه برای یک باشگاه فوتبال چقدر درآمدزایی شخص خصوصی میاد و به بازیکنهای فوتبال مبالغ 50 میلیارد تا 70 میلیارد تومان میگیره؟ چه درآمدی میتونن داشته باشن؟ حق پخش تلویزیونی که بهشون نمیدن که بگیم که از حق پخش تلویزیونی پول در میارن. تبلیغات دور زمین هم بهشون نمیدن که بگیم از تبلیغات دور زمین پول در میارن. جایگاه‌های ویژه تماشاگران هم نداریم که بگیم آقا از جایگاه ویژه تماشاگران هم پول آنچنانی دریافت میکنن. تنها پولی که اونا میتونن داشته باشن یه تبلیغات جلوی پیراهن، یه تبلیغات پشت پیراهن، یه 4 تا محصولی بفروشن، یه 4 تا ستاره پشمک مربعی که اینا بیان رو پیراهنشون تبلیغ بکنن. پول اصلی جاهای دیگه در میاد. پول اصلی توی نتایج مسابقات فوتبال به دست میاد. وگرنه طرف مگه اسکل بیاد بره باشگاه فوتبال بخره و بیاد تیم داری بکنه، بخواد معروف بشه یا بخواد نمیدونم چیز بخواد این کاری انجام بده، میتونه 1000 تا کار دیگه انجام بده. بخواد تبلیغ واسه برند و بیزنسش بکنه، میره آقا به جای اینکه بره یه باشگاه رو بخره، میره تو کل تبلیغات پیراهن باشگاه رو میخره، میره کارهای عجیب غریب میکنه. کافیه مثلا توی یه فصل بیاد مثلا به بازیکنای یه تیم یه ماشین بده،
میتره کنه دیگه. چقدر میشه؟ مثلا میشه 10 میلیارد معروف میشه دیگه. این کارا میتونن بکنن دیگه، تبلیغات رو پیرن میتونن بزنن. برای چی میاد 1000 میلیارد 2000 میلیارد خرج میکنه که تیم فوتبال بخره؟ دیوونه است مگه این کارو بکنه؟ پول یه جا دیگه در میاد. اینو گفتم که دستگاه ناظر و کسانی که در فوتبال ایران تصمیم گیرندن نگاه درست و دقیق به این قضیه داشته باشن. خیلی مخلصین، دمتون گرم، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بود.